مثلا یه سری میگه شما چرا اصلا برید میکاری رویش و اصلا اگر بارون نباره بر رشد ریش نداشته باشین مثلا یه سری میگه شما چرا اصلا برید میکاری رویش نه مجبور. خب پس وقتی که مجبوری یه سری شرایط مهیا می‌کنی برای گیاهه اون رشد اولیه بهتر ما اومده کردم دیگه با این بزنیم ریشه‌دهی اولیه‌اش وقتی ریشه‌دهی اولیه‌اش بهتر قوی‌تر باشه اون مقدار رطوبتی هم که بهش میرسه از اونی که ریشه‌دهی ضعیف داره بهتر جذب یعنی جذب رطوبتش خیلی بهتر. یعنی شما فکر کن که مثلا یه سطح ریشه داشته باشین در حد 20 سانتی متر گستردگی داشته باشه، یه سطح ریشه داشته باشین در حد 1 متر گستردگی داشته باشه، کدومش از رطوبت خاک بهتر میتونه استفاده کنه؟ اونی که 1 متر. تمام کاری که الان روی گندم داره میشه روی به اصطلاح اصلاح نجاتش تغذیه‌اش به خاطر اینکه اون ریشه‌دهی اولیه رو گسترده. وقتی شما ریشه‌دهی اولیه گسترده باشه امکان جذب آب از این محدوده بیشتری خاک داری، برای این گیاه نسبت به تنش ببین نسبت به تنش‌های رطوبتی مقاوم‌تر. اینا همه نسبیه. خب